هنگام وسوسه شیطان ایمان بیاورید و به الله پناه ببرید. ابو هریره رضی الله عنه می گوید نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود همچنان مردم از شما در مورد علم می پرسند تا جایی که می گویند این الله است که ما را آفریده است، پس الله را چه کسی آفریده است؟ راوی می گوید ابو هریره در حال این سخنان را می گفت که دست مرد را گرفته بود و گفت الله و رسولش درست می گویند. دو نفر از من در این باره پرسیدند و این سومی است. و یا گفت یک نفر از من پرسید و این دومی است. ابو هریره رضی الله عنه می گوید رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود همچنان مردم از شما در مورد علم می پرسد تا جایی که می گویند این الله است که ما را آفریده است، پس الله را چه کسی آفریده است؟ ابو هریره رضی الله عنه می گوید روزی در مسجد بودم که تعداد بادیه نشین نزد من آمدند و گفتند ای ابو هریره این الله است که ما را آفریده است، پس الله را چه کسی آفریده است؟ ابو هریره رضی الله عنه یک مشت سنگریزه برداشت و به سوی آنها پرتاب کرد و گفت بلند شوید، بلند شوید، حقا که دوستم صلی الله علیه و سلم راست گفت. هنگام وسوسه شیطان ایمان بیاورید و به الله پناه ببرید. هرگاه چون این سخنان مطرح شد شخص باید بگوید به الله ایمان آوردم و از شیطان به الله پناه ببرد و جلوتر نرود. صحیح المسلم کتاب ایمان باب 7.